این روزها در جهان و ایران شاهد تلف شدن بسیاری از مردم بودیم. شایعات و ادعاهای زیادی نیز در مورد درمانهای مکمل و جایگزین برای درمان کرونا وجود دارد. با این حال به نظر می‌رسد بر موم به عنوان یک ماده مهم و تاثیرگذار در برطرف کردن عفونت و ویروس می‌تواند راهکار مؤثر برای درمان کرونا باشد. بر موم یک ماده ضد عفونی کننده، ضد ویروس و ضد باکتری است. از این ماده سالها به عنوان یکی از مواد مؤثر برای گندزدایی و استریلیزه کردن محیط استفاده می‌شده است. به علاوه بر موم ماده اصلی تهیه مومیایی برای جلوگیری از فساد و نفوذ باکتری به جسد بوده است. همچنین بر موم یک آنتی اکسیدان بسیار قوی است که تاثیرگذاری رادیکال‌های آزاد را کم کرده و از بروز بسیاری از بیماری‌ها جلوگیری می‌کند. برای پیشگیری از بیماری کرونا، رعایت بهداشت فردی از جمله شستن دست‌ها به صورت مکرر و به مدت 20 ثانیه، استفاده از ماسک، رعایت فاصله اجتماعی، پرهیز از هر گونه تجمع و مهمانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. استفاده از بر موم موجب تقویت سیستم ایمنی بدن شده و در نتیجه موجب پیشگیری بیماری کرونا خواهد شد. مصرف کپسول بر موم باید به صورت منظم باشد و بهتر از همراه شربت عسل طبیعی میل شود. چه بهتر که از عسل بر موم همراه با کپسول بر موم استفاده شود. علاوه بر مصرف خوراکی بر موم، استفاده از پودر بر موم برای دستها به منظور ضد عفونی کردن آنها میتواند مؤثر باشد.